جنگ چیزی فراتر از میدان نبرده، جایی که انسانیت در میون گلوله ها گم میشه و قهرمانان ناشناخته‌ای در تاریکی تاریخ جا میمونن. اما سینما این قدرت رو داره که ما رو به دل این ماجراها ببره، از سنگرهای گلی جنگ جهانی اول گرفته تا نبردهای خونین جنگ جهانی دوم. توی این ویدیو قراره بهترین فیلم هایی که این لحظات تلخ و پرماجرا رو به تصویر کشیدن با هم دیگه مرور کنیم. پس اگر آماده اید بریم به دل تاریخ و سینما. فیلم اول فیلم داستان‌های فارسی محصول سال 2020 کشور آلمان، روسیه، بلاروس. ژان جنگی درام. امتیاز این فیلم در IMDb 7.4 از 10، امتیاز منتقدین 53، میزان رضایت از این فیلم 90% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. این فیلم تا حالا تونسته در مجموع 9 بار برنده جایزه و 15 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 80% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور بلاروس انجام شده. در ضمن این فیلم نسخه دوبله فارسی هم داره. بدون شک یکی از فیلم هایی که خیلی درخشان بود ولی خیلی کم دیده شد همین فیلم داستان‌های فارسی بود. داستان فیلم بر اساس داستان کوتاهی به نام اختراع یک زبان ساخته شده و وقایع اون در دوران جنگ جهانی دوم رخ میده. داستان این فیلم در واقع درباره یک جوان یهودی بلژیکی به نام ژیل که در جریان جنگ توسط نازی‌ها اسیر میشه و به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشه و اونجا برای نجات جون خودش و اینکه اعدام نشه ادعا میکنه که یک ایرانیه و اسمش رضاست. این ادعا باعث میشه که از اعدام نجات پیدا کنه، چون که یکی از افسرهای آلمانی به اسم کوخ علاقه داره زبون فارسی رو یاد بگیره و بعد از اینکه جنگ تموم شد در تهران یک رستوران باز کنه. به خاطر همین به ژیل مأموریت میده تا بهش فارسی آموزش بده. اما مشکل اینجاست که ژیل اصلا فارسی بلد نیست و مجبور میشه یه زبان جعلی و ساختگی ابداع کنه تا بتونه افسر کوخ رو متقاعد کنه. کلمات این زبان رو از نام زندانیان اردوگاه الهام میگیره که به شکلی نمادین به یاد سپردن هویت قربانیان کمک میکنه. این دروغ خطرناک ژیل رو وارد بازی مرگ و زندگی میکنه، چون که کوچکترین اشتباهی میتونه اونو به کشتن بده. این فیلم در واقع به موضوعاتی مثل هویت، بقا، قدرت زبان و ارتباطات در شرایط دشوار میپردازه و همچنین نقدیه بر بیرحمی و غیر انسانی بودن نظام نازی ها. فیلم دوم فیلم پیانیست محصول سال 2002 کشور آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، لهستان. ژان جنگی بیوگرافی، درام، موسیقی. امتیاز این فیلم در IMDb 8.5 از 10، امتیاز منتقدین 85، میزان رضایت از این فیلم 96% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم برنده 3 جایزه اسکار شده و در مجموع تا حالا تونسته 57 بار برنده جایزه و 74 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. در ضمن این فیلم جزو 250 فیلم برتر تاریخ قرار گرفته. این فیلم تونست رضایت 95% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور لهستان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. فیلم پیانیست داستان زندگی واقعی یک موسیقیدان یهودیه که در جنگ جهانی دوم تلاش میکنه از دست نازی‌ها فرار کنه و زنده بمونه. اشپیلمان یک پیانیست با استعداده که در شهر ورشو پایتخت لهستان زندگی میکنه. وقتی جنگ شروع میشه و آلمان نازی به لهستان حمله میکنه زندگیش به هم میریزه. آلمانی‌ها یهودی‌ها رو مجبور میکنن در محله جداگونه زندگی کنن و اونا رو به اردوگاه‌های کار اجباری میفرستن. خانواده اشپیلمان هم به اردوگاه فرستاده میشن، اما خودش با کمک یک دوست موفق میشه از اونجا فرار کنه. بعد از اینکه موفق به فرار شد مجبور میشه به تنهایی در ساختمان‌های مخروبه شهر پنهان بشه و با گرسنگی، سرما و ترس مبارزه کنه. در پایان یک افسر آلمانی اونو پیدا میکنه، اما به جای کشتنش تحت تاثیر استعدادش در پیانو قرار میگیره و به او کمک میکنه تا زنده بمونه. وقتی جنگ تموم میشه اشپیلمان که از سخت‌ترین شرایط جان سالم به در برده به زندگیش دوباره برمیگرده. این فیلم نشون میده که جنگ چقدر میتونه زندگی انسانها رو نابود کنه، اما در عین حال
قدرت هنر و امید رو هم به تصویر میکشه. فیلم ساده، احساسی و تاثیرگذاره و داستانی از شجاعت و بقا رو روایت میکنه. کارگردانی رومن پولانسکی که خودش از بازماندگان هولوکاسته عمق احساسی ویژه‌ای به فیلم بخشیده. این فیلم یکی از آثار شاخص درباره جنگ جهانی دوم و انسانیتی که با موسیقی بی‌نظیر و داستانی دلخراش بیننده رو تحت تأثیر قرار میده. فیلم سوم فیلم فهرست شیندلر، محصول سال 1993 کشور آمریکا. ژانر بیوگرافی، تاریخی، درام. امتیاز این فیلم در IMDb 9 از 10، امتیاز منتقدین 95، میزان رضایت از این فیلم 97% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم 7 بار برنده جایزه اسکار شده و در مجموع تا حالا تونسته 91 بار برنده جایزه و 49 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. در ضمن جزو 250 فیلم برتر تاریخ هم قرار گرفته. این فیلم تونست رضایت 98% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلم برداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور لهستان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان این فیلم داستان مردی به نام اسکار شیندلر رو روایت میکنه که در دوران جنگ جهانی دوم جون بیشتر از 1100 یهودی رو از مرگ نجات میده. فیلم درباره هولوکاست، یعنی دوره‌ای که نازی‌ها میلیون‌ها یهودی رو به اردوگاه‌های مرگ فرستادن. اسکار شیندلر یک تاجر آلمانی و عضو حزب نازیه که به لهستان میره تا از جنگ پول در بیاره. اسکار یک کارخونه راه اندازی میکنه و یهودیان رو به عنوان نیروی کار ارزون استخدام میکنه. در ابتدا هدفش فقط کسب درآمده و به ظلمی که به یهودیان میشه اصلا اهمیتی نمیده. اما کم کم وقتی میبینه نازی‌ها چطور یهودی‌ها رو به اردوگاه‌های مرگ میفرستن و اونا رو بیرحمانه میکشن، نظرش عوض میشه. بنابراین تصمیم میگیره به هر قیمتی که شده یهودی‌ها رو از مرگ نجات بده. شیندلر با کمک دستیار یهودیش یک لیست از یهودیانی که قراره در کارخونه‌اش کار کنن تهیه میکنه. این لیست بهانه‌ای میشه تا اونا رو از اردوگاه‌های مرگ دور نگه داره و اونا رو از مرگ نجات بده. شیندلر برای نجات جون این افراد تمام پول و ثروتش رو خرج میکنه و حتی رشوه میده تا مقامات نازی اونا رو آزاد کنن. در نهایت وقتی جنگ تموم میشه شیندلر تمام ثروتش رو از دست داده و فقیر شده، اما تونسته جون بیشتر از 1100 یهودی رو نجات بده. این داستان نشون میده که حتی در تاریک ترین زمانها انسانیت و شجاعت میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. شیندلر ابتدا فقط به فکر خودش بود و کلاً آدم خودخواهی بود، اما وقتی درد و رنج دیگران رو دید تبدیل به قهرمانی شد که زندگی‌های زیادی رو نجات داد. فیلم با صحنه‌های تلخ و واقعی از جنگ و ظلم نازی‌ها ساخته شده و به ما یادآوری میکنه که همیشه باید در برابر بی‌عدالتی ایستاد. فیلم چهارم فیلم سقوط، محصول سال 2004 کشور آلمان، اتریش، ایتالیا. ژانر جنگی، تاریخی، بیوگرافی، درام. امتیاز این فیلم در IMDb 8.2 از 10، امتیاز منتقدین 82، میزان رضایت از این فیلم 94% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم یک بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده و در مجموع تونسته تا حالا 22 بار برنده جایزه و 34 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. در ضمن این فیلم جزو 250 فیلم برتر تاریخ قرار گرفته. این فیلم تونست رضایت 90% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلم برداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور آلمان و روسیه انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان این فیلم تاریخ آلمان نازی رو از نوامبر سال 1942 تا 8 می 1945 روایت میکنه. یونگه آخرین منشی و ماشین نویس آدولف هیتلر که داستان روزهای آخر زندگی پیشوای آلمان رو تعریف میکنه که در پناهگاهی در برلین میگذره. در واقع این فیلم آخرین روزهای زندگی آدولف هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم در برلین رو به تصویر میکشه. این فیلم بر اساس خاطرات واقعی یونگه منشی خصوصی هیتلر ساخته شده و به شکل واقع گرایانه اتفاقات داخل پناهگاه هیتلر در روزهای پایانی جنگ رو روایت میکنه. در آوریل سال 1945 ارتش شوروی به برلین رسیده بود و شهر تحت محاصره بود. هیتلر همراه با نزدیکترین یارانش در یک پناهگاه زیرزمینی اقامت داشتند.
هیتلر همچنان بر این باور بود که آلمان میتونه پیروز جنگ بشه و دستورات غیر منطقی برای مقابله در برابر دشمن میداد. اما واقعیت این بود که نیروهای آلمانی در حال فروپاشی بودند. یونگه منشی جوان هیتلر شاهد رفتارهای غیرقابل پیشبینی و تصمیمات نابود کننده هیتلر بود که نه تنها به شکست نازی‌ها منجر شد بلکه باعث رنج بیشتر مردم آلمان هم شد. در حالی که حلقه محاصره شوروی تنگتر میشد، اطرافیان هیتلر یا خودکشی میکردن یا تلاش میکردن از شهر فرار کنند. در نهایت هیتلر و همسرش هم در پناهگاه خودکشی میکنند و دیگر اعضای حزب هم هر کدومشون با سرنوشت تلخی روبرو میشن. این فیلم به بررسی ایدئولوژی نازیسم، خودشیفتگی و پارانویا در رهبری هیتلر و عواقب وحشتناک جنگ میپردازه. همچنین تلاش داره چهره انسانی و ضعف‌های شخصی هیتلر رو به تصویر بکشه بدون اینکه جنایات اونو بخواد توجیه کنه. فیلم پنجم فیلم دزد کتاب، محصول سال 2013، کشور آلمان، آمریکا، انگلستان. ژان جنگی درام. امتیاز این فیلم در IMDb 7.5 از 10، امتیاز منتقدین 53، میزان رضایت از این فیلم 73% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. این فیلم نامزد دریافت یک جایزه اسکار شده و تا حالا تونسته در مجموع 9 بار برنده جایزه و 17 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 50% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور آلمان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان این فیلم در واقع داستان دختری یتیم به اسم لیز رو روایت میکنه که در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان زندگی میکرد. لیز که مادرش رو از دست داده بود به خانواده جدیدی سپرده میشه. پدرخونده‌اش هانس مرد مهربونیه که بهش خوندن و نوشتن یاد میده و همین باعث میشه لیز عاشق کتاب خوندن بشه و برای اینکه بتونه همیشه کتاب بخونه بعضی وقتا کتاب‌ها رو میدزده یا از جای مختلف به طور مخفیانه برمیداره. خانواده جدید لیز در خونه‌شون یک مرد یهودی به نام ماکس رو مخفی کردن تا اونو از دست نازیان نجات بدن. لیز و ماکس رابطه عمیقی بینشون ایجاد میشه و خیلی با هم صمیمی میشن و ماکس با داستانهاش به لیز امیدواری میده. لیز به حدی عاشق کتاب و کتابخونی میشه که حتی یک لحظه هم نمیتونه از کتابها جدا بمونه، تا اینکه آلمانی‌ها به شهر کوچیک اونا حمله میکنن و همه کتابهاش رو در آتیش میسوزونن. جنگ سخت‌تر میشه و در این شرایط که زندگی برای همه سخت و خطرناک، لیز به شدت افسرده و ناراحت میشه تا اینکه یه اتفاق براش میفته. فیلم نشون میده که چطور کتاب‌ها و داستان‌ها میتونن در سخت‌ترین شرایط به انسان‌ها امید و آرامش بدن. این فیلم درباره دوستی، شجاعت و قدرت کلمات و نشون میده که حتی در تاریک‌ترین زمان‌ها انسانیت و امید میتونه زنده باشه. و اما فیلم ششم فیلم دشمن پشت دروازه ها، محصول سال 2001، کشور آلمان، انگلستان، آمریکا، ایرلند، فرانسه. ژان جنگی، اکشن، تاریخی، درام. امتیاز این فیلم در IMDb 7.5 از 10، امتیاز منتقدین 53، میزان رضایت از این فیلم 82% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم تا حالا تونسته 7 بار نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 54% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم جنگی در کشور آلمان انجام شده. در ضمن این فیلم نسخه دوبله فارسی داره. نبرد مسکو نبردی بود که سرنوشت جنگ جهانی دوم رو مشخص کرد، جایی که ارتش نازی مجبور به عقب نشینی شد و محاصره مسکو رو رها کرد. این فیلم نیز دقیقاً همین دوره و همین نبرد رو به تصویر میکشه. این فیلم درباره نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم و داستانی الهام گرفته از زندگی یک تک‌تیرانداز افسانه‌ایه. فیلم در سال 1942 و در جریان نبرد استالینگراد آغاز میشه. ارتش آلمان نازی به شهر حمله کرده و شوروی با تمام توان داره مقاومت و دفاع میکنه. واسیلی یک سرباز ساده اهل روساست که مهارت بسیار بالایی در تیراندازی داره و با استفاده از توانایی‌هاش موفق میشه تعداد زیادی از سربازان آلمانی رو از پا دراره. یکی از فرماندهان شوروی به نام دانیلوف از مهارت واسیلی استفاده میکنه
تا اونو به عنوان یک قهرمان ملی معرفی کنه. واسیلی به نماد امید برای مردم شوروی تبدیل میشه، اما ارتش آلمان برای مقابله با واسیلی یکی از بهترین تک تیراندازان خودشون رو به اسم سرهنگ کونیک رو به استالینگراد میفرستن. کونیک و واسیلی درگیر یک نبرد ذهنی و جسمی سخت میشن، جایی که هر کدوم تلاش میکنن دیگری رو شکست بدن. جالبیش اینجاست که در این بین واسیلی و دانیلوف هر دو عاشق یک زن به نام تانیا میشن که این موضوع رابطه ای اونا رو پیچیده تر میکنه. فیلم به بررسی جنبه‌های روانی جنگ، اهمیت تبلیغات در ایجاد روحیه ملی و نبرد فردی در میدان یک جنگ بزرگ میپردازه. داستان تعقیب و گریز بین واسیلی و کونیک به نوعی جنگ روانیه که نشون میده جنگ تنها در میدان نبرد نیست، بلکه در ذهن و اراده انسانها هم رخ میده. اگر بخوام به این 6 تا فیلم به ترتیب از بهترین نمره بدم، به نظرم فیلم فهرست شیندلر در رتبه اول، فیلم سقوط در رتبه دوم، فیلم پیانیست در رتبه سوم، فیلم داستان‌های فارسی در رتبه چهارم، فیلم دزد کتاب در رتبه پنجم و فیلم دشمن پشت دروازه‌ها در رتبه ششم قرار داره. اگر به این صف فیلم‌ها علاقه‌مندید، حتما یه سر به پلیلیست فیلم‌های جنگی بزنید که لینکش در قسمت دیسکریپشن این ویدیوه. خیلی مخلصم، تا ویدیوی بعدی.